هر انسانی وقتی در دنیا یک عملی رو انجام میدهد، در یک مدرسه‌ای، در یک فاکولته‌ای درس میخواند یا در یک مثلا مرکز تعلیم مسائل تکنولوژی مثلا درست تکنیکی فارغ می شود، علامت به اصطلاح فراغتش و گرفتن شهادت نامش چی است؟ همین کار رو در زندگیش انجام میده. بله. دکتر وقتی شهادت نامه دکتری گرفت در مجال طب کار میکند. مهندس وقتی شهادت نامه مثلا از فاکولته هندسه یا انجینری گرفت به این شغل میپردازد. تعداد اندکی از مردم هستند که شاید به دنبال آن شغلشان نروند و شغل دیگری انتخاب بکنند. رمضان وقتی که انسان این عبادت ها رو انجام میدهد، دلیل قبولی و گرفتن شهادت نامه در این ماه مبارک رمضان از این مدرسه ایمانی این است که این اعمال رو بعد از رمضان هم انجام بدهد. حسنات در رمضان در غیر رمضان هم باید انجام بگیرد. میگویند که فبئس قوم الذین لا یعرفون الله الا فی رمضان. چه بدن، چه زشتن قومی که خدا را نمیشناسند مگر در رمضان. بنده غیر رمضان است. به جایی که رحمانی باشه رمضانی است. اگر در رمضان روزه گرفتی، درس صبر و تحمل گرفتی، از حال گرسنگان و مستمندان و بینوایان آگاه شدی، بعد از رمضان باید به داد اونها برسی. اگر در ماه مبارک رمضان قرآن تلاوت کردی و بعد از ماه مبارک رمضان قرآن رو ترک کردی، این دلیل عدم قبولی تلاوت هایی است که در رمضان انجام دادی. اگر در رمضان روزه گرفتی و در طول سال روزه های نفلی رو ترک کردی، دلیل این است که روزه رمضان تو 100% قبول نشده است. اگر جود و سخاوت و تقوا و پرهیزگاری و پوشاندن چشم و گوش و دست و پا از حرام رو بعد از رمضان هم تکرار کردی، دلیل این است که روزه تو قبول شده است. اگر نه، بعد از رمضان همون فاسق و فاجری که بودی، به قول معروف میگن خر عیسی گرش به مکه برند چون بیاید همان خر باشد. بعضی از انسان ها اینطوری هن. رمضان میاد رمضان میره، این همان خر عیسی است. مکه میره از مکه میاد، همان خر عیسی است. هیچ تغییری در او ایجاد نمی شود. وقتی که تغییر بعد از عبادت در وجود خودتان احساس نکردید، این به این معنی است که شما در این مدرسه ناکام شدید و این عبادت ها مورد قبول درگاه حق نگردیده است. یعنی نتیجه نداره. نتیجه نگرفت. ثانیاً انسان بعد از هر عبادت یک انشراح صدری رو احساس میکنه. اگر بعد از روز این انشراح صدر رو در خودتون احساس نکردید، چون که الله سبحانه و تعالی میفرماید الا بذکر الله تطمئن القلوب. وقتی این اطمینان و انشراح صدر رو در خودتان احساس نکردید، بدانید که این عبادت مورد قبول واقع نشده است. صحابه بعد از ماه رمضان 6 ماه چی دعا می‌کردن؟ خداوند قبول بکنه. ترس از عدم قبول یکی از علامات قبول عبادت است. جالب است نه؟ ترس از عدم قبول عبادت یکی از علامات قبول عبادت است در نزد الله سبحانه و تعالی. چون وقتی شما عبادتتون دارید انجام میدید، همیشه از این میترسید که نکنه که الله متعال این عبادت من رو قبول نکنه. به خاطر همون این عبادت رو با چی انجام میدید؟ با اخلاص، با دقت، با در نظر گرفتن همه ارکان و شرایط و مستحبات و سنن و نوافلش. چرا؟ چون میترسید که الله متعال قبول نکنه. این خوفی که انسان از عدم قبول عبادت داشته باشد یکی از علامات قبول عبادت است.
دلیل دیگری که عبادت ما در نزد الله سبحانه و تعالی قبول شده است این است که در ما یک حالتی مانند یک غیرت دینی در ما ایجاد می شود که در مقابل محارم الله سبحانه و تعالی، در مقابل گناه ها، در مقابل معصیت ها، در مقابل چالش هایی که توسط شهوت ها و شهوتران ها و شیاطین جنی و انسی در فراروی زندگی ما قرار می گیرد، ما حساسیت داشته باشیم و این غیرت و این غضبی که ما در مقابل معاصی و در مقابل گناه ها در وجودمان احساس نکنیم به معنی این است که عبادت ما قبول نشده است. ثانیاً یک مسئله که اینجا باید به عنوان یک نصیحت انسان یادآوری بکند، هم خودمان را و هم بینندگان عزیز و گرامی رو، که هیچ وقت انسان نباید مغرور بشه از عبادتش، از روزش، از نمازش. بعضی از انسان‌های متقی و پرهیزگار ظاهری رو ما می‌بینیم که روزه میگیرن و نماز میخوانن و 4 تا عمل خیر انجام میدن، نزدیک است که آسمان رو با لگد بزنن. چنان با غرور و تکبر با انسان‌ها برخورد میکنن که انگار بهشت اعلا و فردوس به اینها داده شده است و بقیه همه جهنمی هستند. این غرور است، این تکبر است. غرور و تکبر در پیشگاه هر کسی باشد شاید مورد قبول واقع بشد، اما در پیشگاه کسی که همه این پادشاه ها و طواغیت و امپراتورها و فرعون و آمان و نمرود و شداد و همه اینها همه چی داد میزنن؟ لله الواحد القهار. لله الواحد القهار. هیچ کس در اونجا نمیتونه سر بلند بکنه. این ذات اقدسی است که یعنی یکی از صفات او تکبر است که شایسته ذات او تعالی است و یک بنده بیاد در مقابل الله سبحانه و تعالی تکبر بکنه، فکر بکنه که با این 2 رکعت نماز و 4 تا تلاوتی که کرده است خلاص کلید بهشت رو به این دادند. خداوند از این غرور و تکبر انسان رو نجات بده که عبادت ها و دینداری ما سبب غرور و تکبر ما شود.